و الله ذوالجلال تنی صحت نصیب روزی بگرداند. الله ذوالجلال اون بندگانی که از این مسلمان ها در این دیار هستند خدایا بیمار باشند و بیماری باشند خدایا شفای کامل عاجل عطا بفرما. و اون بندگانی که در سفرها هستند سفرهاشون خدا با غنیمت بگردان. و الله ذوالجلال اون نفرهایی که از ما و شما گذشتن پدر و مادر و بابا و دید اجداد خدایا روحاشون شاد بگردانند و قبرهاشون پرنور بگردانند. و الله ذوالجلال اون نفرانی که از ما و شما در وطن و در خاندانها هستند خداوند آنها را خوشحال و تندرست و با خیر و برکت خدا نگهدارشان باشد. و الله ذوالجلال همه ما و شما را توفیق هدایت عطا کند. و اون برادرانی که این مجلس خیر سبب شدن دعوت کردن برای آمدن، باز دیگر برادرانی که به مثل اکبر رئیس که در اینجا تلاش کردن برای مثلا گذراندن این محفل خدمت کردن خداوند خانه‌های دنیوی و خانه‌های دنیایشان آباد و زیبا بگرداند. و همه ما و شما را محبت ایمان و اسلام و قرآن را در دلهای ما جایگزین بگرداند. اللهم یا محول الحال والاحوال حول حالنا الى احسن الحال برحمتك یا رب. جزاكم الله خيرا برادران الرحمن. خیلی صحبت‌های خوب کردن و حاضر اکی خورمردگان برادر بودن غزل میخونم بعد خواهش مردم و محبت بسیار اخلاص خلق اکی داملان حاجی میزان انشاءالله اشکستن در حضرت بتونی که صحبت بکنه که مردم ما استفاده بردن. يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا صحبت عاشق تو را عاشق کنند صحبت مرد خدا مردت کند صحبت هر ناسزا صدت کند صحبت عاشق تو را عاشق کند صحبت فاسق تو را فاسق کند سراسر جمله عالم پرز عشق است ولی عشق حقیقی با خدا ولی عشق حقیقی با خدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين.
بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، به وقت زندگی کن بندگی را. نفسهای تو هر یک در نایاب، برآید در به فکر و ذکر وحاب. چرا قدر در جولان ندانی، به باد غفلت این درها فشان. زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست، زنده آن است که با دوست وصال کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، از همه شما منتداری خودم را بیان می‌سازم به خاطر این هم دعوت به نزد خودتان و هم پذیرایی خیلی خوبی که از شما می‌بینم و از چهره‌های شما احساس می‌کنم. خداوند این اخلاص و محبت را که الله در قلب‌های شما جای کرده است، خداوند باز هم این محبت و این اخلاصتان را بر دوام نگه دارد و الله مهربان آن ثواب و پاداشی که برای حرمت یک برادر مسلمان، برای یک اهل علم شما دارید، الله پاداش در نامه اعمالتان نویسنده بگرداند. و از بسیار برادرانی که برای تشریف ما به این شهری که شما زندگی دارید، از خداوند خواهان میشم که الله خدمتاشون قبول گردانه و این خیلی خدمت عالی هست. برادران عزیز که وقتی یک بیمار دائم منتظر نفری هست که او را عیادت کند، خبرگیری بیاید. و امروز این مردم مسلمان ما هم بیماری غفلت دارند، بیماری نشنیدن سخن خدا و رسول دارند. یگانه چیزی که روح شما را تقویت میبخشد، یگانه چیزی که اراده شما را از بین میبرد، این امر به معروف و نهی از منکر است. من خداوند سپاسگزارم که این برادرای ما برای این رسانیدن سخن خدا و رسول به گوش شما جهد کوشش ها کردند. و از خداوند خواهان او میشوم برادران عزیز که چه مشکلاتی که داشته باشید یا چه گفتنی هایی داشته باشید که به کسی گفته نتوانید، خدا با فضل کرمش حاصل گرداند. خداوند با شما را صحت و سلامت به خاندانتان، به وطنتان، به نزد زن و فرزندانتان رساند. و الله مهربان که شما برای دریافتن رزق و روزی به این وطنها آمدین، خدا مشکلات هایی که هم گویم از جانب بنده باشد یا از جانب غیر بنده باشد، الله از بالای شهید شما دور کند. بعداً برادران عزیز، استاد منعکه داملو مسئله را که بعد شما گفتگو کرد، این مسئله دوستی، مسئله محبت
مسئله یکدیگر را به خاطر خدا حرمت کردند. ما برادران عزیز وقتی در مگنیتگارس بودیم، وقتی در چیرنس بودیم و بسیاری از حالتهای را هم دیدیم و بسیاری از مسئله های را شنیدیم، ولی اون چیزی نیست که من با طریق این میکروفون به شما گوشزد کنم یا در تلفن های شما ثبت شود میگه همین بینی گنده اینه که چیکارش کنیم که از خود مانه. ما را نمیتونیم برادر عزیز که پیش یک کس بیان سازیم و تا شأن ما خود منقطع شود. شخصا یک زمان همچون یک خیلی چیزی شاید مخفی نزد خود ما نگه دارم، ولی من فقط با طریق عموم بیان میکنم در کسی که این کمبود و این نارسایی هست، اگر خدای مهربان به شما عقل داده باشه و توفیق داده باشد، بعد خودتان خودتان اصلاح میکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي قوم الكافرين. سوره مبارکه آل عمران آیت 67. برادران عزیز، الله مهربان و پروردگارش فرمان می‌دهد ای محمد برسان آن امر و آن نهی را که من به تو رسانیدم. مراد قرآن است. این قرآن را به گوش عالمیان برسان و اگر نرسانی رسالت تو ناتمام است. و ای محمد از این مردم حذر نکن، از این مردم نترس. والله یعصمک من الناس، من از شر اینها تو را محافظت میکنم. من نمیگذارم که خاری را اینها در راه تو پردایم یا تو را از بین برم. برادران عزیز، این امر به پیغمبر بود که فرموده پروردگار را به گوش جهانیان برسان. امروز محمد صلی الله علیه و سلم این رحمت برای عالمیان بین ما نیست، ولی از پیغمبرمان برادران عزیز وارثامان، وارثای پیغمبر، العلماء ورثة الانبیاء. علما هر کسی را که خدا علم داد اونها میراث برنده پیغمبراست. چگونه که پدرت از دنیا میگذرد، مادرت از دنیا میگذرد، تو میراث مال میبری، تو از پدرت خانت میماند، پولت میماند، ماشین میماند. از پیغمبر خدا به علما علم میراث ماند. و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. از پیغمبران میگن نه تنگمان، نه طیلامان، نه ثروتمان، فقط علمان او را علما گرفتن. و آن علما امروز برادران عزیز مسئولند که سخن خدا و رسول به گوش شما رسانند. مسئولند. حضرت صوفی علیار میگفت اژدهای خفته در چاه میرود جانب او اعمای. اژدها همون اژدها خود ما میگیم، همون درنده های دهشتناکی که بنده های ناسپاس و بنده های گویم
نافرمان و بنده های سرکش منتظرند، همون اژدها به جانب یک آدمی که گویا بیخبر یا ناآگاه به سوی همون چاه رفته است. خدا رحمت کند صوفی علیه را ببین چه عادی میگه دادرای جان. خدا کنه که شما این سخنهای من در همین جگر شما تاثیر کنه و شما پیرو این سخنهای عزیزای خدا شید. اژدهای خفته در چاه می رود جانب او اعمای، تو که دیده خبر نمی سازی. اشاره به من است، اشاره به دیگر اهل علم است. وقتی تو میبینی که این مردم راه نادرست میرود، وقتی خاموش نیستی، تو که دیده خبر نمیسازی، با مسلمانیت چی مینازی؟ وقتی نمیگویی، وقتی خبر نمیکنی، وقتی آگاهش نمیکنی، چی مینازی به این علمت؟ چی مینازی به عالمی؟ چی مینازی به ایمانداری؟ از این خاطر برادران عزیز، اهل علم بسیار مسئولیت خیلی گرانی دارند. خوش به حال آن علمایی که این مسئولیت احساس میکنن و شاید مبالغه بدم نشود، جانشان در کف دستشان میگیرن ولی برای مردم سخن خدا و رسول میگویند. ولی در عوض این برادران عزیز، شما باید اهل علم دوست دارید. دوست داشتن من به خاطر اون نمیگویم که من اولا که من دعوای عالمی ندارم برادران، من خواب که پای علما میشم. ولی این شما که در گمان کار نرود که باز من مرتبه و مقام خود ما بلند میکنیم. برای امروز مسلمانان بسیار بدگمان شدند. درباره خیر احسان گپ بزنید، قال الله میگوید، قال رسول الله میگوید، میگه برای خودشان میگه. میگه علما را احترام کن، میگه برای خودشان میگه. ولو که من برای شما الان آیت قرآن میگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. برین آیت سوره زمر آیت 9 برو مراجعت کن. خدا چی میگه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگو ای محمد آن کسانی که در بین امت پیغمبر عالمان علم دارند اونا برابرند با کسانی که به علمند؟ نه، برابر نیستند. برابر نیست برادر عزیز. عالم از جاهل مرتبه و مقامش بالاست. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه که صحابه پیغمبر است میگه بین عالم و بین جاهل، یعنی بین آدم غیر عالم فرق یک شتر تیزده و 60 سال شب و روز بدود چه مقدار مسافه را طی میکند. همون مقدار بین عالم و بین جاهل فرق برادر است. خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين اوتوا العلم درجات. رب سوره مجادله مراجعت کن. خدا در قرآن چی میگه؟ آن کسانی را که ما علم داده اونها را درجه داده. خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یخشى الله من عباده العلماء. برای به آیت فاطر مراجعت کن. خدا میگه آنهایی که از من بیشتر میترسند علماست. علما از من بیشتر میترسند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. برای به سوره موچن نام مراجعت کن آیت 15. خدا میگه ما سلیمان و داود علم داده و اونها با سبب علم خودشان برتر افضل از جمیع مؤمن ها دیدن. در کدام همین برادر عزیز قیاس من یا تعویل من یا خواهش من
پیغمبر خدا میفرماید راویش از ذهنم دور رفت ولی حدیثی صحیح است. فضل العالم على العابد كفضلی على ادناکم. پیامبر میگه فضل عالی در برابر فضل جاهل برابر فضل من و پسترین شماست. بین من و بین پسترین شما چی مقدار فرق است؟ بین عالم و بین غیر عالم همین مقدار فرق است. در دوام حدیث چی میگه پیامبر؟ ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى النملة في جحرها حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس خيرا. حبیب خدا را سخن شای برادرای عزیز، خداوند ملائکه هاش تمام آن چیزی که در زمین و در آسمان، حتی به پیامبر مثال میزند، حتی نملة فی جحرها، حتی مورچه در سوراخش، حتی الحوت، حتی ماهی های در بر طلب مغفرت میکنند در اهل علما. لا یصلون، بین رحمت و درود میفرستند بر کی؟ بر علما. ابو هریره روایت میکنند الدنیا ملعون ما فيها الا ذکر الله تعالی و ما والاه و عالما و متعلما. حبیب خدا چی گفت؟ دنیا لعنت کرده شده خداست مگر 4 چیز از این لعنت استثناست. یکی ذکر خدا، همین حلقه که ما می‌نشینیم این از لعنت خدا دایم خالی است، اینجا رحمت خداست. و ما والا گفته الها شما پیشین خواندیم، الها شما روزه داریم، در طاعت و در عبادت لعنت خدا نیست، رحمت خداست. و عالما و متعلما، علما و طالب علم ها در دنیا از لعنت خدا دایم خالی هست، بالای سر اینا دایم رحمت خداست. پس برادر از من برای چی بیان کردم؟ برای آن که شما اهل علم دوست دارید. هیچ وقت برادر از من یک نکته نازک دیگر شما برای شما گویم، وقتی من از زنگ میزنن از همینجا میگن داملا ما وقت دیسک میمانیم در خوابگاه ما یا در کوارتیرمان یا در کجایی باشند، در اینجا نفرهایی هستند که نماز میخوانند، الحمدلله دعوای دینداری دارند، ولی بسیار حقارت‌های قبیح میکنند علما را. مایلش برادر عزیز، مایلش لیکن سنت الهی همین است. هم تا پیغمبر نازنینی که مورچه در زیر پاش آزار نمیافت چیها کردن در حقش. حضرت مولوی میگه به مسجد آمدی آن شاه ابرار، آن پیغمبری که تمام وجودش رحمت بود، از دستش هیچ کس آزار نمیافت. وقتی میگه به مسجد که میآمد در راهش دشمنان خار میفتافتند تا پاهاش خونشار میشد، دهن اون دشمنان مثل همون سگها واری خندان و خرسند میشد و او داخل مسجد میشد. ولی دادرای جان، من فقط برای اون بیان میکنم که شما کاری کنید که به این عمل خودتان یکی مبادای سر خودتان نخرید، یکی مبادا یگان قهر خدا و غضب خدا در حق جان شما نشود. حضرت مولوی میگفت به خاکستر بود آتش نهانی، مزن تا در آن آتش نمانی. اگر دایی میدانی که آتش تای خاکستر دهید، این بالا خاکستر ایو لخچه همون علا در زیر خاکستر هست.
میگن علما میگن مثل همون لخچه علاق هستن که بالاشون رفو شد تا تا یک نادانسته به معنای یک قصدن تا تا نمان که پاد میسوزن. با اهل حق شوی خشم و ستیزی با فردا در صف اینکار تیزی. اگر در دنیا منکر شدی، در دنیا دشمن شدی، در دنیا بچه‌ها ببینی، میگه فردای قیامت در قطار آدمانی که منکر خدا هم سر ببری. شوی مخلص در اینجا با محبان. اینجا در مثل نه دادرای ما که میبینن اهل علم چهره هاشون پیشاده میشوند، خرسند میشوند از حضور بنده های خدا، از حضور علما. ها از دین و زنگ یک دیداربینی شود، یک زیارت شود، یک سخن گوش کنه. اگر این خیلی مخلص باشی، شوی مخلص در اینجا با محبان، شوی محشور فردا بین ایشان. اینجا که دوستان بداری، حضرت مولا میگه فردا از پهلوشون سر برداری. در زیر حدیث پیغمبر المرء مع من احب، کسی را در دنیا دوست داشتی همراهش در قیامت یک جایی. یوزن یوم القیامه مداد العلماء بدم الشهداء. پیغمبر میگه روز قیامت همین قلمی را که عالم گرفت نویسان برابر وزن میگه خون شهیدها را دارد. برابر وزن خون شهیدها را دارد. رنگ که وای نویسان است. حبیب خدا میگه الموت قبیله ایسر من الموت العالم. اگر یک شهر میگه تماما نابود شود، این آسانتر است که یک عالم از دنیا میگذرد. تاجیکستان ما چه علمای خوب داشتیم، حاضرم الحمدلله داریم، ولی چندین بنده های خوب خدا مثل اکی دانا محمدی و مثل اکی دانا سید محمد نبی و مثل اکی دانا سید رحمان و دانا صدردین و دیگر عزیزان و بزرگایی که در تاجیکستان ما بودند که با مرور زمان خودشان خدمت‌ها کردند، امروز زیر خاک که باشند برادر عزیز، خدا آنها را گفت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تو هیچ وقت در این خانه آخرت و غمگین هم نمیشوی و غمدار هم نیستی. در این بابت برادران عزیز من صحبت طولانی هم نمیتونم، فقط برای آدمی که گفتی حضرت مولوی اگر داری بسر یک ذره هوش بکن این دو سخنها حقی گوش. برای آدمی که اگر عبرت گیره و درک نه همین مشکل. یکی وقتی من عالم میگم دادرای جان، من عالمای با عمل میگم. از این عالمایی که عمل ندارن و عالمایی که با دست اونها خیانتی در دین میشود، من اینا را در نظر ندارم. دیگر مسئله که حضرت استاد در مسئله یکدیگر احترام کردن برادران عزیز، شیخ سعدی میگفت مسکین خر اگر چه بی‌تمیز است گربار همه بر عزیز است. گاوان خران بار بردار بهزادانیان خود مزار. برادران عزیز، آیا حق به جانب شیخ سعدی نیست؟ همون انسانی که فعل او آزار دادن، فعل او زحمت آوردن، عادت او به هر راه باشد نباشد
4 تنگه بارای حرام حلال مقصد بارای حرام البته حلال نه بارای حرام به دل ناخواهم برادرش وقتی کشیده میگیرد آیا از او در میگه گاو و خر بهتر نیست؟ ولی در یکی از کتاب‌های فقهی داره خدا کنه برادران عزیز که در بین ما هم همون مسلمان هایی که حق برادری خودش میخورد گفت همون شیخ صدیق که گاوان و خران باربردار بهزادمیان مردم آزاد از این گونه مردم نگفت همون خرگاه بهتره که گوید پاروش هم میگیری کپور بگیری شیرش هم میگیری اونش در بار میکشید ابو موسی اشعری که یکی از صحابه پیغمبر است میگفت المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين اصابعه مؤمن نابسته وای روسا وای تاجیکا وای مقصد امریکایی کدام ملت باشد مسلمان است مؤمن است دیگر اینها باید مثل آشیانه ها باشد یعنی آشیانه دویم در طبقه آشیانه یکم نیستند یکم و دویم با سیم و در طبقه بر پایه اینها نیستند و حتی میگوید پیغمبر دستش انداخته اینش با اینش باید همچنان باشد در بین ما برادران عزیز و گرامی هرگاهی که اگر دعوای ایمانداری شد ولی محبت نسبت یکدیگر نشد پیامبر گرامی چی گفتن؟ والذی نفس محمد بیدی ابو هریره در صحیح مسلم آمده است پیامبر میگه قسم بر آن خدایی که جانم در دست اوست لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا تا زمان آدم مسلمان نشود جنت نمیرود جنت برای غیر مسلمان حرام است یگانه جنت داخل جنت فقط حق انسانی است که به محمد ایمان میارد و قرآن ایمان میارد خدا قرآن در صراحتا گفت و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و فی الاخرة من الخاسرین کسی غیر قرآن برای خود کتاب بگیرد یا غیر مسلمان شدن برای خود بندگی فهمد خدا گفت که من از اینها آن را قبول ندارم و از جمله زیانکاران در حق جان خودشان روز قیامت است جنت برای مؤمن و مسلمان است دوم در دوام حدیث پیامبر گفت ایمان نداری تو گفت ای برادر عزیز تا زمانی که اگر در دل تو نسبت یکدیگر محبت نداری اگر نمی جمعیتی که در خلیج هستیم ما با یکدیگر نابسته ای محل ما راضی بدبختی محل برای بسیار برادرای عزیز گویم فکرهامون هم پریشان کرده
که از همه در بدبختی خیلی و خیلی سخت در حتی اگر سوره تکاسر را بخونیم الهاکم التکاسر حتی زرتم المقابر همین محسوس در حکمون محلگرها هست. که مرا زادگاه مقصد قرغن آیو ایش از زادگاهش حصار آیو ایش از زادگاهش مقصد کولاب آیو ایش از زادگاهش دیگر وقتی بر زادگاه ها تقسیم کرده وقتی هر کدام در حلقه های خود ما نشسته برادری عزیز خیلی وقتی که اگر انتخاب کردیم میلش آشون شود لیکن از ایمانداری دست بکش لیکن دعوای ایمانداری نکن دعوای مسلمانی نکن بکن محلگرهای تبرای تو نکن با اما عقل ناقصی تو خوب خود در انتخاب بگو لیکن هیچ وقت دعوای دینداری نکن. برادری عزیز این بسیار والله به نهایت خیلی و خیلی مهم است. من در همین سفر دو قبیله را جنگ شدیدیم. دو قبیله را جنگ یک سفر قدر داشت 10 روز. جنگ یکی یک قبیله را می‌زدند. وقتی همه خلاصه جنگ را بفهمیم میگه برای 3 یا برای 4000 سوی روسی شده است. در همین یکی از همین شهرهایی که ما سفر داشتیم. این حال ما و شما برادر عزیز. خدا کنه ما از جمله ایناش نباشیم ای برادر عزیز. حبیبی خدا در حدیث مبارک میگفت هرگاهی که دو برادر مسلمان ناوسط از قبیله شد یلتقیان یکی ملاقات کردند فیتصافحان وقتی ملاقات کردند با یک روی تازه دستاشون دراز کردند سلام کردند فیتصافحان بعدی وقتی دست محمد در دست یک آدم که گذاشتم إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. پیامبر گفت پیش از آن که این برادر مسلمان دست از برادر مسلمان دیگر جدا کرد پیش از جدا شدن خداوند گناه هر دوش بخشید. برای که این برادر مسلمان دست در دست برادر دیگر مسلمان شده داشت. به خاطر دینش به خاطر ایمانش یک دیگر چیکار کردن احترام کردن قدر کردن. حبیب خدا خانه کعبه را زیارت کرد و به سوی خانه کعبه مراجعه کرد ما اطیبک و اطیب ریح ای خانه کعبه چه بوی خوش داری و چه زیبایی و من اعظمک و اعظم حرمتک و چه بزرگی و چه احترام بزرگ داری. بعد در دوامش چیش بود والذی نفس محمد دیگه خانه کعبه اصلا بر اون خدایی که جان محمد در دست اوست لحرمت المؤمن اعظم عند الله حرمتا منک اصلا بر اون خدایی که جان محمد در دست اوست حرمت یک مؤمن در پیش خدا بالاتر از حرمت جز یک دیگر برادران عزیز احترام کردن دوست داشتن و قبیله ها جدا نکردن وظیفه هر کدام ما هر کدام ما را وظیفه دادن. این کار خیر نمیاد این کار دیگه همون میاد. این عزیزای خدا را به شیخ سعدی این که آدم هم خر میگه هم گاو میگه دیگر مثل که میارد میگه سر برای آدم شرف دارد که دل دوستان بیازارد. میگه از یک آدمی که دل آزار نسبت بنده های خدا میگه از اون از حق بهتره. که این سخن را حقیقت باید
تا معانی به دل فرود آید. دیگه من این سخن با فکتش میگم، با دلیلش میگم. این که نمیگم که تو باید که ملال نشوی. آدمی با تو دست در مطعوم سگ بیرون باستان معلوم. حیف باشد سگ وفا دارد آدمی دشمنی را ببرد. دیگه برادر از بینی تو باید برادر مسلمان دست در کبد دراز بگیریم، در یک کبد بگیریم. ولی باقی مانده شما را سگی که ای باستان خانه بیرونه او کس می‌بیند. ولی تجربه میگه سگ پس مانده میخوره وفایی داره، آدمی که در پهلو میشیند و میخورد دشمنی می‌بیند. حبیب خدا میگه احب الطعام الی الله ما کثرت علیه الایدی. محبوب ترین طعام به سوی خدا همون طعامی است که در اون دست می‌گیرد. خدا کند که برادران عزیز طبقی هم شما یک طبق باشید. خدا کند که این دارنده‌هایی که در بین ما داریم خدا انصاف شانتی و آبادهایی که نادارند دستشان خدا کند که البته انصاف و رحمت در دل همه ما و شما نسبت یکدیگر ما دائما نگاه دارم. پیامبر میگه من لا یرحم لا یرحم، کسی رحم نداره خدا با رحم نداره. خدا کنند دادران عزیز که شما را از جمله جوانمردایی بگرداند که نه به ناموس داشته باشید، دیوس نباشید. و معنای اون میگم که از یاد زن و فرزنداتان به یاد نباشید. تلفن ها یک سیمکارت دقیقا آخرش 3 رو میبرد. دیگر نمیتونم از دسته زبانها که زیاده دیگر نمیتونم. والله ممکن 70% این زبانها فقط در حق این مردمی هایی که زنها را پرتاب دارد یا زنها را سراغ نمیگیرند. امروز مثلا در دولت‌های روسیه و شنیدگی ما از 2 میلیون زیاد تاجیک است. اون سه رو که امشب شنیدید. اگر برادران عزیز شما اگر در یاد اونها نباشید و سراغ اونها نباشید، آیا همین برادر عزیز دیوسی نیست؟ همین بیننده نیست؟ همین بیناموسی نیست؟ پیش از آمدن کتاب یوسف قرضاوی را خواندم، قول امام غزالی را میگه حق زن به گردن مردک همینه که در 4 روز یک بار باید خانه‌داری کنند. در 4 روز باید یک بار خانه‌داری کنند. یکی از بس که شما عذر دارید، حداقل چه مقداری که امکانیت شد در حال خبرگیری کنید. نگذارید برادران عزیز که خانه‌هاتان حرام شد. نگذارید که همون انسان‌هایی که نفس طغیانگر دارد و مجبور شدن مجبور بشوند برای یک کاری نپسند و خانه که در حرام است. لیکن در همون حرامی اونا تو ضامنی و تو سببی. این هم بسیار برادران عزیز احتیاط کنید. از همین جای ساده زنها را طلاق نکنید. من اگر ساده کرده بودم برادر عزیز و در کدام دنیا تو در اینجا آمدگی از سال 2 سال مشغول کاری بود، زنی تو در پدرت، در مادرت، در اکت، در خواهرت خدمت می‌کنند. اون که در اسلام نیست. من اینو اشکرا بگم اسلام در این نیست که زنی تو با وصی دیگه مشکل داجش مشکلی پدر مادری در خدمت کنند. اون خدمتی تو در پدر مادر نیست. خدمتی عمه و خواهری تو در نیست. ولی بخاطر که همون بیچاره ثواب بگیرن میگن، بخاطر که برکت از زندگی بیاورد دعای حضور شناوت بگیرن، دعای خانواده شوهر بگیرن. همین که خدا انصاف شما داده، خدا انصاف شما را کجا کرده؟ از همین جمعه سنگر که تلفن نمیگیرید، با خود خیلی زور میگیرید که گویا که اگر قطعی زن گپ زدن این خیلی آدمای شما گویا پستی باشد، این جوان مردی نباشد.
Яким дуюмш ки носанҷида як ками ҳаққат занг мезанад. Як қатина мезанад малол шидем намтари гуфт намтари. Дар авта алон се талоқат кард. Руд сиёҳ нишон мебуд. Бародар ба хотири ҳеҷ кас талоқ накуд. Ба хотири ҳеҷ кас талоқ накуд. Отар занг мезанад, очар занг мезанад, хоҳар занг мезанад, майлаш бигӯ, майлаш. Ман миём ҳал бигир. Аввалан ҳамин худаш беадабию бефаросатие ки ҳамин ҷанҷоле ки дар хона шуд, шумо як одами худон овора зангҳо мезанад, тамоман диге ҳолати шуморо вайрон мекунад. Баъд ин чизҳо чизи телефонӣ нест. Агар зан бахшид, ҳамон занҳо кунда зан бизанед, бигзорем ва дароз модар шед, модар шед, иста вақти аз ҳаминҷа ки рафтӣ кор ҳаллача бимон. Дар ам талоқ накунед бародарон. این بود برادر عزیز و گرامی آن چیزی را که خواستم برای شما برسانم و خدا خواهد انشاءالله اینجا با سوال ها آمده است در سوال های شما هم جواب می‌گردانیم ولی برادران عزیز از همه شما خواهش که آن چیزی را که مختصرم که بود شنیده از خداوند توفیق عمل کردن شد طلب کنید تا که همه این به فایده هم دنیای شما های هم به فایده آخرت شما های. خداوند باز هم حیات شما را حیات با سعادت و با خیر بگرداند و الله عمر دراز حیات خوب حیات نیک به همگان شما نصیب گردانه و خداوند آن آرزوها و امیدهایی را که در دلهاتون داریم با فضل کرمش حاصل کنه و الله از همه بالا محبت خودش، محبت شریعتش، محبت پیغمبرش را در دل شما دائما نگاه دارد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. الحال که با سوالا باشد دهنکی هم می شود. دهنکی هم این حضرت ناملو را هم سوال کنیم خدا خواهد چی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. سوالی دارم. ما در همین شهر اجاره نشینیم و راننده هستیم و به طرف دیگر شهرها بار میبریم. زیاده از مسافه 120 کیلومتر. آیا ما نمازها را پره خوانیم یا قصر هم در شهر و هم در راه؟ التماس بابای حاجی سوال ما را جواب دهید و یک دعای خیر کنید در حق ما. السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز و گرامی، مطابق مذهب خود ما امام ابو حنیفه از 88 کیلومتر علاقه ما و شما طی کردیم مسافر به حساب می‌کنیم. برایش وقتی که شما از شهر میبروید، از همین شهر که برآمدید ناواسطه مثال 1 کیلومتر میبروید، 2 کیلومتر میبروید، چند قدری که برآمدید مقصدتون اگر از این 88 باشد یا زیادتر شما مسافرید. در هر جایی که شد شما میتونید که نمازهاتون قصر کنید. یعنی قصر به معنای کوتاه کنید. اگر شما مبالای کوتاه نکنید نمازهاتون پیش خدا گناهکار میشید. زیرا خداوند نمازهای 4 رکعته را در سوره مبارکه نساء میگه 2 رکعت بخوانید. وقتی ما اگر اجرا نکردیم گناهکار میشید. برای این 4 رکعته ها را شما دائم 2 رکعتی بخوانید. وقتی اگر همین مسافه که من گفتم شما اگر طی کنید برادران، ولی مقصد کنم اگر به آن جایی که بار میبریم تا 15 باشد رفتن رسیدینم
قصر کنید. یکی نیتتون 15 روز زیاد باشد، همین راه در چند نمازی که باشد قصر خواندن گیرید، همون مکانتون را که رسیدید نیت 15 که زیاده اونجا پر کنید. با گشته آمدن همین که رهبرت قصر میکنید، اینجا که رسیدید همین جای مقیمیتون را با نمازتون را پر کنید. فهم اصلا دیگر یکان چیزی ایلوان نکنی میشه. سنتوی در سفر مطابق مذهب امام ابو حنیفه برادر عزیز، اگر میگد سفری باشد که مقصد رفته است یا عجله داره بسیار سواسیمه ای، در این خیلی حالت ترکشان باقی نداره، ولی میگن اگر به شرط شرایط فراهم باشد بخوانیش همچو ثواب نماز نفل در میاد و اگر ترکشان که کند گناهگار میشه. صورتاش همین. السلام علیکم آقای حاجی میرزا، از شما احترامانه خواهش میکنم باید برادر من دعای میکنید. خب که نامش شاهین باشد، شاهین است. پدر و مادری رو از غم این بچه عذاب کشیده است. خدای مهربان برادر ما انصاف شدن کنه و الله توفیق شدن باز رفیقش کردن و پدر و مادرش خداوند عمر دراز و ایمان کامل کرد و الله مهربان هر تمنیاتی که پدر و مادر دارد خدا با فضل کرمش حاصل کرد. دو داره هیچ وقت که من نسبت این کسا هیچ یادم گمانم ندارم چیزی گفتنی نیستم، لیکن نسبت پدر و مادراتون هم به یاد نباشید. اونها از مقدسات پیامبر میگو هم جنت و نار، دوزخ هیچ پدر و مادر کنید. پدر و مادر رو فراموش نکنید. های واسه زن شما زمانیت اول پرسی کنید تمام دیگر خدا خواهد همش میشه. خوب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی، بابای حاجی، پدر و مادرم حیات نیستند، در حق ما دعا. خداوند تمام پدر و مادرایی که در قید حیات نیستند خدا همگانشان رحمت و مغفرت کنه. السلام علیکم بابای حاجی، 9 اپریل سفر داشتم از روسیه به کلو تا که از شما دعا بگیرید که در حق مادر بیمار من دعا کنید، اما دریافت نکردیم شما را. افسوس که مادرم نیست در حیات. 15 ماه گذشتن در حقش دعا کنید. خدا مادر شما را هم رحمت و مغفرت کنید. خداوند اشتباه و کمبودی که در حیات کرده باشد الله با فضل کرمش بخشیده بدهد. السلام علیکم دامدار محترم، یک سوال خواهش میکنم جواب بدهید. برای چی ما حنفی ها بسیارتر با قیاس دست بزنیم؟ جای روایت حدیث مندگی یا حدیث ضعیف را بگیم که میگه 100 نامعقول بگیم ما حنفی ها با قیاس دست بزنیم. اگر ما با قیاس دست بزنیم برای جان خود ابو حنیفه چی میگه؟ سخن مرا با آیت و با حدیث چین کنیم، اگر در آیت و در حدیث نیفتیم در دیوال زده پرچه پرچش کنیم. این سخن امام ابو حنیفه رو چرا با قیاس دست میزنیم؟ این مذهب در زیر این قیاس تأسیس شده که امروز 60% مردم دنیا پیروی از این مذهب میکنند. اینها درک نکردن که این مذهب در زیر قیاس، یعنی قیاس شما میدونید قیاس چیه؟ با فکر. حالا که قیاس خودش در اسلام جایزه، ولی جایزیش بعد آیت قرآن، بعد حدیث پیغمبر، بعد اجماع، بعد قیاس میاد.
حضرت معاذ وقتی پیامبرمون روان کرد به طرف یمن چی بود؟ گفت چگونه در برای مردم حکم میکنیم؟ گفت با آیت قرآن اگر در آیت در نیافتید با حدیث پیغمبر، اگر با حدیث پیغمبر در اجماع صحابه از اینها در بود با قیاس بود. ولی مذهب ابو حنیفه در زیر قیاس تأسیس یافته باشد و برای جان این عقیده در شما بسیار غلط کلام میکنید. این کمبود خیلی کلامی هست. ابو حنیفه در مذهبش از آن جمله ما همین کتابای فقهی که داره هر کدامش از روی انصاف و در روی جان بکشایه همین یک لو هر عباره را که در کتابای فقهی هست شما در زیر همون تخریجاش را نگاه کنید. یعنی همین مرده که از آن جمله صاحب مختصر وقتی یک کلمه را در کتابش جای کرده است آیا همین کلمه را از کجا گرفت؟ مثل میگه فرض الوضو غسل الوجه من الشعر الى الاذن الى الاذن و اسفل الذقن. این یک عباره مختصر میگه یکی از فرض‌های طهارت شستن روی از دمیدن موی پیشانی تا زیر منه از این نرمی گوش تا این نرمی گوش. خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. هرگاهی که شما به نماز میخواهید نماز خوانید رویاتون را بشویید. در زیر همین عباره آیت قرآن. برای برادرای عزیز هر یک مسئله که در فقه حنفی استدلال و استنباط شدن اونا به حجت و به دلیل نیستند. میگه که حتی ابولیث سمرقندی را خدا رحمت محدث در کتابش میگه که از سخن ابو حنیفه میارد. میگه ابو حنیفه برادرای عزیز خودش گفته است که تا اگر ندانه که من از کجا گفتم شما حق فتوا دادن نداره. ببینید برای یک مسئله که من گفتم از دنبالش برای کنی که با کجا میرسید وقتی رفتی و رسیدی بعدا حکم کن. اینها دلالت به اون عدل ابو حنیفه میکنن. برادرای عزیز ولی ما کیه؟ ما برادرای عزیز ولی علیف از به فهم بکنیم. ما پیروی از ابو حنیفه میکنیم. در دنیا هر علمای هستن که امروز اونها را اگر از روی عقیده های دینی بگیریم پیرو و مذهبیتشون ضرورت نداره که پیروی از ابو حنیفه بکنن. مثل محمد تقی عثمانی امروز حیاته تمام دنیای اسلام برادر عزیز مفتی عالمه مردم از فتواهای او استفاده میبرد خودش پیروی از مذهب ابو حنیفه میکنه. من وقتی در خارج میخواندم که ما را استادان از سودان بودن از عربستان بودن گویم که حتی بعضی هاش پیروی به مذهب هم نداشتن ولی ما عقیده امام طحاوی میخواندیم. این عقیده امام طحاوی ابوالعز مرد شافعی مذهب بود. وقتی میگه کتابخانه ابو حنیفه را خواند در مقدمه کتابش میگه گشت مذهب ابو حنیفه را قبول کرد که امروز تمام دنیای عرب این طالب علمایی که سعودی میروند یمن میروند کدام دولت که نباشد میروند همین عقیده را میکنند. عقیده امام طحاوی که صاحب این حنفی مذهب بود. مثال این هزارها برادرای عزیز مختصر و شما فراموش نکنید که پیغمبر خدا در حق امام ابو حنیفه هم عصر ابو حنیفه چی گفت؟ خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. یعنی بهترین انسان ها پیغمبر میگه هم عصر من بودن کسایی که در 100 ساله با من زندگی کردن. ابو حنیفه 80 سال بعد پیغمبر چشم به دنیا گشاد. هم عصر پیغمبر بود. شما میدونید که حضرت امام ابو حنیفه 7 صحابه را زیارت کرد از آن جمله فرزانه کرد.
7 صحابه 7 کسی را که پیغمبر را زیارت کردگی امام آوردگی اونها را زیارت کردگی. ابو حنیفه از جمله کسی بود که 55 بار حج فرضی در حیاتش کرده. در ماه رمضان برادر عزیز 120 عمره کرده. هر روز در مکه 4 بار حج عمره میکرد در ماه رمضان. تمام قوت و قدرت با در ماه رمضان بیشتر صرف میکرد. ما که پیروی داره میدونیم که کسی هستی امام شافعی رحمت الله علیه که امروز مذهب و مذهب خیلی دامنداره میگه ما در علم فقه نامریزه های دسترخوان ابو حنیفه را میخوریم. امام شافعی میگه اگر ابو حنیفه گوید که نمین میسه نمیره بگه تیلا های همین اثبات بکرد که تیلا های. علما در او برادر عزیز علما در او سرخم کرده بودن. وقتی آدما در کوفه می آمدن اون زمانا بحثا بود. اون زمانا علما بسیار علمای بقوت بودن. میگه کسی میدرامد که با کی بحث کنید با کی مقصد کامل کنید علمانا میگفتن کوفه برید و امام ابو حنیفه بحث کنید. اگر او برادر عزیز علم نداره و یا با قیاس کار میکرد این علمای دنیا پیش او کجا میرفتن بحث کردن. برای همین داریم برادر عزیز گمانات را نیک اینها را دوست داشتن سنت هست برادر عزیز. دوست داشتنشان سنت هست. اینا بسیار والدای خدمت کلام کردن. تقوا شبین که تقوا شبینه وقتی پیشی منصور میدراید پادشاه همون عصر خودش میدراید منصور میگه حضرت میگه همین قلم تبرکن کسی بود در دست من بودی مثلا دست یک قلم در دست من آمد میگه قلم تیز میگه در دست پادشاه میگه وقتی پادشاه میدارد مشغول میشه بعدا ابو حنیفه میگه که مرم قلم میگیره میشکنش میگه چطور کردی تو؟ میگه امرت واجب بود اجرا کردم ولی ترسیدم که با همین قلم من یگان حکم نادرست نبراره که پیش خدا دادن هم نگوشت. لیکن مبادا همین قلم قطعی یگان قانون نادرستی را ننویسی که در همین قلم هم شریک شما پیش خدا جواب کنید. ابو حنیفه ایک شخصیت. شما میدونید که در بین امام ها برای من صدقه نام امام احمد حنبل میشن صدقه نام امام مالک و امام شافعی و ابو حنیفه میشیم. ما خاک پای اویم ما اینها را بالای چشم نگه میداریم. ما زمانهایی که حتی در منبر بودم همون زمان برادر پیروی از این 4 مذهب حق هر کدامش اختیار بگیرید کردن بگیرید. یعنی من دوستداری از این 4 مذهبم ولی خود ابو حنیفه که پشت به پشت مردم ما به همین ابو حنیفه که آمدن برادر از پیروی این مذهبی یکان خلال ظاهر در حیات شما نداره یا شما در یکان روی خرافات و بدعت و شرکیات نرفتید. ابو حنیفه بیزار ای بدعت بیزار ای خرافات بیزار ای شرکیات. این مذهب توحیدی است یکتاپرستی است. بین امام ها در از همه در 40 قاضی برادر عزیز قاضی که بگیم مکمل و تمام سوال مردم جوابگو از تمام مسئله دینی آگاه را ابو حنیفه 40 قاضی برادر. از آن جمله یکش امام ابو یوسف. امام ابو یوسف میگه وقتی خواننده مهمان شد بعدا میگه وقتی خوراک خوردیم حضرت میگه یکی در زبانش آیت قرآن از سوره مبارکه یاسین خوان وامتاز الیوم ایها المجرمون وامتاز الیوم ایها المجرمون. میگه همین آیت تلاوت کرد. میگه عادت چه میدونستیم که کدام آیتی با زبانش میامد که هر فراش میگرفت با 1 ساعت و 2 ساعت بس میکرد. میگه والله از پیشش کسیم رفت و سحر آمد و بالای جای نماز و نشستگی همین آیت رو میگه تکرار میکرد. وامتاز الیوم ایها المجرمون.
این چی معنی داره؟ روز قیامت خداوند انسانها را دو قسم میکنه. یک قسمش به جهنم میروند، یک قسمش به جنت. ابو حنیفه در همین خیال خدایا من در کدام گروهش باشم؟ انا محبت ابو حنیفه، انا قلب امام ابو حنیفه، انا حیاتی با سعادت امام ابو حنیفه. ولی من در یک موعظه گفتم یک بچه من گفته بودم ما از من خیست و کم کم در همین تعجب کرد. وقتی من گفتم در تاریخ خواندم و خمیر از پیش خودم نمیگم. وقتی میگه ابو حنیفه میگه 40 سال با طهارت شب نماز بامداد میخوندن. یکون جای تعجب نداره برادر عزیز. اینا ببینید شما از سحر که نمیخونید تا شب یک بار طهارت میکنید بس. همین خوراک کم کنید طهارت دقت نمیکنید. اونها همین خیلی بودن که اونها مثال روزی در روز 3-4 بار خوراک نمیخوندن. اگر اونها وقت را به خوراک می‌کردند امروز صاحب مذهب نمی‌شدند. این که مثلا اونها استخراج استدلال کردن بکنند. امام احمد حنبل میگه شافعی در خونش مهمان شد. بعدا میگه دختری امام احمد حنبل آوازه امام شافعی در شنیده بود و ندیده بودش. بعدا میگه از همون سوراخی در نگاه کرد امام شافعی را زیرا که نگاه کردن عالی این خودش عبادت است. بعدا میگه خیلی اهمیت داد و وقتی امام شافعی از خانه امام احمد حنبل که بیرون شد دخترش گفت پدر گفت همین بود امام شافعی؟ گفت بله. گفت من چیزهایی در این دیدم که این چه عالم است، این چه صاحب مذهب است، این چه دیدی؟ گفت نگاه کرد خوراک زیاد بود. خوراک زیاد بود. دوم این که شب نماز تهجد نخوند. سوم سحر به طهارت نماز بامداد خواند. امام احمد حنبل در حیرت من گفت نخواد میکشیده باشه. بعدا میگه امام شافعی را دید گفت حضرت همین دختری من همین خیلی میگه تو چه اندازه حق دارم؟ گفت دختری تو حق میگه به این معنا که من خوراک زیاد خوردم زیرا که پیغمبر خدا گفته است که کسی سخی باشه نانش زیاد بخواد دوا. تو آدمی سخی امام احمد حنبل در آن چهره ای سخی بود. ای سخی نان خوردن گفت این دوا برای یعنی چیه؟ خب ولی از آدمی بخیل نان خوردن پیغمبر گفت دو هست درد گفت. یعنی در تنت ما نمیچند زیان تا میکنه ضرر تا میکنه آدمی بخیل نان میشه. اگه بخیلای ما هم کامی هم بودن نشد آن نمیکنه. اول پیش خودم بخیلای ما هیچ وقت نان نمیکنه. خب یکم همین گفت. یکم گفت که زیاد خوردن به خاطر چی؟ به خاطر که تو سخی پیغمبر بود که اینان سخی زیاد بود که شفا. دوم من تهجد نخواندم. تو حقیقتا تهجد نخواندم زیرا حضرت وقتی که با پشت کردن در همین بالین یک آیت قرآن در ذهنم گذشت. از همین یک آیت قرآن 60 مسئله بیرون کردم. 60 مسئله را بیرون کردم تا این 60 مسئله که به دست آمد نگاه میکنم که سوپ دمیده. سیگو نماز بامداد من به طهارت نه والله من طهارت شب خوندم. این عزیزای خدا بسیار بود. نه تنها ابو حنیفه بسیاری از عزیزای خدا نمازهای بامداد چون برامون طهارت‌های خفتنشون میخوندن. یکان جای تعجب نیست برادر عزیز. زی خاطر در آخر این نگفتن این دادرای جون که پیروی از مذهب ما این دلالت با چی میکنن؟ دلالت بر اتحادی و دوستی و محبت ما. بسیاری از برادرای ما هستند خدا عمرشون بده. خدا همیشه نگهبانشون شود. ولی در بعضی از مسئله‌های جزئی دست و گریبان بشین خیلی و خیلی کاری ندارست.
اینا بینید برادر عزیز، یک مسئله، یک آدم میگه به دست برای در زمین و به پا، یک مسئله جزئی. شما میدونید که این مسئله مهم نیست، خب به دستش میرود، خب به پاش میرود، ولی اتحاد فرض، ولی دوستی فرض. دید یک برادر مسلمان آزار ندادن فرض. پیامبر میگه در منبر بود، یک کس در آمد روز جمعه به بالای گردن مردم میپرید میآمد. پیامبر گفت ایستو در جا بشین، گفت زیرا این که گفت به بالای گردن مردم یا مردم آزار میدید برای خود کفرو که به جهنم ساخته، برای خود یک کفرو یا ماس به طرف دوزخ تیار کرده که به بالای مردم نرد، آزار میده مردم. این از آزار یک دیگر برادر عزیز، مرا نگید که من جهان بینیم بسیار وسیع، من شکر خدا بسیار داشتم، من الحمدلله بسیار اگرچه اون قدر پیرم نباشم لیکن بسیار ذخیره های زیاد دارم، بسیار چیزها را دیدم، از بسیاری حیله و نیرنگ های مخصوص آدمایی که تیار میکنند از اونها شدیدم. برای همین سر یکدیگر در هر راه ها دلالت نکنیم که او در پشت ماشینا نویسندگی تو شفیار طرف فرزندان در خانه منتظرند، یکی شما را زنها و فرزندانتان و وطنتان انتظار دارند. لقمه هر گروه نشید، از من نصیحت است. رای هر خطا و ضرر، من والله دوستان میدونم که نمیخوام که شما زندانی باشید، نمیخوام که شما در همین جا که بسیار بیماری و در او داخل شما تماما همه را دست میدید. برای چی رفته؟ برای اندک یک مسئله که اون مسئله نه طرف جهنم میبره نه جنت میبره. تو حضرت به صورت السلام علیکم دولمه محترم. خب یک سوال دارم، خواهش میکنم جواب بدید. با دلیل سوال چنین است، در وقتی خیلی اون مسئله بود که دادرای جان رو اشتباه های کسی میگه مذهب ابو حنیفه در زیر کیاس تأسیس یافته است، این غلطه، هیچ وقت نمی‌کنه. مذهب ابو حنیفه به آیات و به حدیث و به اجماع و به قیاس همش دلیل حجت‌ها داره، امام طریق دلیل حجت نیست. خب در وقتی تکبیر تحریمه دست با گوش رساندن جایز است. این هم مسئله مهم نیست، برداشتنش نیست. برداشتن هم پیامبر تا راست کتفاش برداشت، هم پیامبر تا راست گوشش برداشت، ولی رسانیدنش این مهم نیست. میرسه نمیرسه اینش مهم نیست، فقط رسیدنش به خاطر وقتی دل تسکین بیاوه که از همون جای درکاری بالا نرفته است. یعنی برداشتنش که تا همین راسته اینجا در که دست که رسید بعد دل تسکین میاوه که یعنی تا همون مقداری که لازم بود رسید. ولی اگر دست شمی جمع آمد و نرسیده چی باقی نداره، نمازش درست و صحیح میشه. خب زیرا یک برادر خیلی دلیل زیاد به ما آورد، خیلی چه شرطه کردی شده، خصوصا از صحیح بخاری و مسلم است. چند کتاب فقه حنفی که دست به گوش رسانیدن نیست. دامون محترم دلیل ما از کجاست؟ دلیل ما از همین جاست که مناظر الغال برای شما گفتم. دادرای جامعه یک چیز دیگر دام میکنم. شما ای بخاری و مسلم مسئله نبرده. ای بخاری و مسلم مسئله را مجتهد بیرون میکنن، نه تو. برای میگید ما حق نداریم. اینا در صحیح بخاری برداشتن می انگوشت نیست، یکی در 5 دقیقهش آمدگی است. بعد در صحیح بخاری گفته اگه دست انگوش برداشتن نیست من نبردارم، میبردم، زیرا در دیگر کتاب خوش هست. یا مثال
дар китобҳои муътабари мисол гӯем чи саҳиҳ бухорӣ чи саҳиҳ муслим омадагӣ аст ки намоз бидуни сураи фотиҳа ҷоиз намешавад. лекин мо дар сунани куброи байҳақӣ дорем ки риҷолоша сиқот мега ҳадис саҳиҳ мега қироати мо қироати муқтадия. бароин ин баровардани масъала аз дохили ҳадис ин кори муҷтаҳидҳо ира мутахассисо бояд бериданд, на ман ва на касе ки мисоли ман. мо саҳиҳ бухорира бародари азиз муътабартарини китоб баъди қуръон медонем. ҳамчунон саҳиҳ муслима ин аҳли ташайюъ шиъаҳо ҳаст ки душмани саҳиҳ бухория ё душмани саҳиҳ муслима. мо бародари азиз пайравои ин чор мазҳаб пайравӣ аз ин китобҳо мекунем. вале мутахассисо на танҳо мо як чор шаш китоби машҳур надорем. ғайри ин мо мусаннафи ибни аби шайба дорем, бо мо